بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و بخشاینده مهربان. الحمدلله. عزیزان، برادران و دوستان، امشب ما در این خانه الله سبحانه و تعالی مهمان هستیم و پگاه انشاءالله به مکه مکرمه نزد انشاءالله خانه کعبه با عبادت دوام میتیم و در این شب مبارک به تمام مردمان مسلمان روی دنیا و خصوصا به مسلمانان ازبکستان زمین انشاءالله تمنا داریم که الله سبحانه و تعالی همه مسلمانان انشاءالله به اینجا آمده و این طاعت و به این عبادت و مهمان رسول الله صلی الله علیه و سلم شدنش را الله نصیب بدارد و تمام مخلصانی که انشاءالله یعنی تشنه سخن خدا و رسول هستند و تمام شاگردانی که الحمدلله در پی علم هستند انشاءالله الله علم لدنی الهام غیب شو عطا نماید و تمام برادران انشاءالله خدا خودت برای راست برای صراط المستقیم هدایت نما و تمام دوستانی که انشاءالله ما را میشناسند همین جای مبارک زیارت چه خدا خودت اله سزاوار بگردانی، همیشه شادی ها خرسندی ها را خدا خودت برقرار و بر دوام بگردانی. اسلام عزیز در تمام ادیان دنیا مقدس و قانونهاش را مکرم بگردانی و قانونی قرآن در تمام دنیا خداوند خودت استوار بگردانی. همیشه علم لدنی الهام غیب تی پروردگارا همین دنیا عالمان و قاریانی با عمل میگردانی و تمام مسافران روی دنیا را آمدی کار صحت بردی سلامت با کسه های پول با روی های سرخ نزد خاندان برگشتنش را الله نصیب بداری و تمام انشاءالله به بختار بختاش نکشاده بگردانی، به فرزندهای فرزندی صالح و صالح عطا نمایی و آن خادمانی که در راه انشاءالله یعنی علم و دنیا کار میکنن موفق و میسر شو بگردانی. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه.